الان اینو ببینید شما جالبه، دو تا وزیر گردشگری، آقای عرافشی وزیر امور خارجه، وزیر گردشگری، آقای تخت روانچی، آقای هدایتی اون پشت من دیدم، آقای پروین، بعد آقای کلانی. مثلا این همه این شخصیت برای پرسپولیس زحمت کشیده، برای فوتبال کشورمون زحمت کشیده، بعد تو مراسم تقدیم کسی که فقط اون پشت ارنج می‌کرده که چه آهنگی رو بذاره، چه موقع دعوت کنه، واقعا باز منو کاشتی رفتی. یعنی مثلا کجای چرا اصلا من نمیگم آهنگ خوبی یا بدیه، من کاری ندارم، ولی این همه موسیقی فاخر ما داریم که مثلا برای این مراسم بعدم شما شأن شخصیت این همه آدمی که اسم دارن توی فوتبال، اسم دارن توی سیاست، و ما واقعا متاسفم که یه همچین مراسمی به این نوع برگزار میشه و آدمایی که اونجا هستن جمعیتشون بیشتر از فوتبالیا بوده. بله و این دقیقاً جای تأسف داره. بعدم شما یه همچین موزیکی رو میزنید، من واقعا جای تأسف داره که مثلا خوشحال شدین نرفتین دیگه. آره خیلی خوشحالم از این که اونجا نبودم.